خب بچه برای بیاستخون کردن مرغ جسارتا روشنه؟ آره روشن کردم دوربینو. برای بیاستخون کردن مرغ شما اول باید پوست مرغ رو بکنید. قبل از اینکه پوست مرغ رو بخواید بکنید، حالا روش‌های پوست کندن متفاوتی وجود داره. حالا یه روش من خودم بیشتر انجام میدم، اونو بهتون آموزش میدم. یعنی روش‌های دیگه هم داره. اولین قدم اینه که بال رو جدا میکنیم. گفتم یه مقدار از قسمتی که قضروف هست تکون میخوره نیم سانت اینورتر بالتون جدا میشه. از سمت داخل هم همینجور نیم سانت جدا میشه. حالا من اینو دیگه چون بهتون گفتم دیگه بیشتر چیزش نمی کنم. خب برای بی استخون کردن مرغ قدم بعدی چیه؟ شما این قسمت چربی، قسمت دنبالچه رو جدا نمی کنید. انگشت میندازید در این قسمت. ببینید این قسمت که چیلدون رو در آوردن، اینجا میندازید میکشید، این پوست راحت در میاد. گردن رو خلاص میکنید، چه حالا پوست باشه چه نباشه گردن رو خلاص میکنید. اوکی؟ نگاه کنید این قسمت کمر رو، من این دوتا کتفا رو به عنوان نگه دارنده ازش استفاده میکنم. شست دست میره داخل زیر پوست. نگاه کنید میبینید این سمت هم همینجور میره زیر پوست. یه که فشار که بدید پوست پاره میشه. یک طرف چه دست راست چه دست چپ بیشتر، یعنی دو طرف رو پوشش بده. به این صورت از رو میارم بعد از زیر میارم. نگاه کنید به این صورت میارم و تا انتها میبرم. اینم دوباره از این ور اینجا جداش میکنم. نگاه کنید این قسمت پوستشو کندم. بعد از این قسمت داخل دست میندازید اینجا راحت جدا میشه. این دوتا انگشت منو میبینید؟ این دوتا انگشت در این قسمتی که ال درست شده باید یکیش از زیر میاد یکی از رو. این دوتا انگشت باید همدیگر رو برسن به هم. نگاه کنید به این صورت میرسه به هم. زمانی که رسید اینجوری نگه میدارید، این قسمت با دست نگه میدارید، با شست در کنار این انگشتتون میبرید داخل میکشینش. این است. حالا این قسمت میارید این دوتا انگشت باز باید به هم برسه، شست میکشید. اینجوری دو طرف رونه آزاد میشه. شما دو حالت میتونید میکنید، یا با شست به این صورت بزنید یا یه تیکه چاقو برش بزنید. این دوتا انگشت این دوتا انگشت این قسمت رو نگاه کنید به این صورت. ببینید به این صورت دستتون رو میزنید داخل، دو انگشت این ور دو انگشت این ور. این قسمت وسط سینه است. کامل میاری تا پایین، سینه کامل در میاد. بعد اینجا این پوستایی که دور و برشه، دور و بر کتف اینجا را، اینا رو خلاص میکنید، میگیرید میکشید، پوست کتف رو میکنید. این سمت هم همچنین اضافاتی اگه داره میگیرید، پوست کتف هم میگیرید، کامل کنده میشه. شما مرغتون کامل بدون استخوان شد، بدون پوست شد. قدم بعدی بعد از بدون پوست کردن، قدم بعدی یادتونه گفتم برای مرغ بهشتی گفتیم که چی؟ این دوتا رو خلاص میکنید. باز همین اتفاق میفته. نگاه کنید دو طرف زد بیرون. اوکی؟ اینجا اون فرو رفتگیه بود، چاقو رو برمیدارید به این صورت میذارید، فرو رفتگیه، چاقو به سمت استخون شروع میکنید برش دادن، چاقو به سمت استخون تا انتها میارید تا این آزاد بشه. حالا این ور همین اتفاق هم میفته. یک طرف رون باب میلتونه راحت، یا مثلا میگیم را دستتونه، یه طرفش را دست نیست. من الان چپ دستم، این ور را دستم نبود، این قسمت یعنی رون چپش برای من را دستره. میارید کامل تا پایین، چاقو به سمت استخون، رون هم جدا میکنید. نگاه کنید به این صورت. قدم بعدی این قضروفه بود اینجا، نوک چاقو برش میزنید، این استخون رو قضروف رو جدا میکنید. هلالیه یادتونه، این هلالیه رو هم خلاص میکنید به این صورت، میارید تا پایین، با نوک چاقو برش میزنید. چاقوتون به سمت استخون برمیگردونم، جناق سینه خلاص میکنم، چاقو روی استخون میاد،
این یه تیکه که فیله و سینه است با انگشت اگه بندازید راحت جدا میشه. برش میگردونم، میچرخونمش هر طرفی که دستم باهاش راحت تره. قرار نیست نه اینجوری سوارش بشم نه اینجوری بشم. هر طرف که احساس میکنم یا چاقوم را دستمه میچرخونمش. دوباره این قضروف رو پیدا میکنید تا به چشمتون بیاد عادت کنید. زمان میبره، چند بار تکونش بدید. من تکون میدم برای اینکه شما متوجه بشید. از این ور این سمت نوک چاقو جناغو جدا کردم، هلالی این پشتم شروع میکنم چاقو به سمت استخون و تا انتها میرم تا پشت فیله میارم. اینجا رو با دست خلاص میکنم. یه چنین حالتی وجود میاد. اینجا کتفو بگیرید، این ورم با این شست اینجا رو بگیرید، آروم بکشینش. سینه شما کامل بدون استخون میشه. این از این در میارم. ببینید اینجا رو، این جناق سینه است. خب این سمت موقعی که داشتم اینجا رو خلاص میکردم تا این پشت اومدم، یعنی دو طرفشو زمانی که داشتم خلاص میکردم اینجا رو برش انداختم. باز از بالا یه خط بندازید، اینجا به این صورت بیارید، یه خطم اینجا از بغل استخون بیاریدش پایین. سعی کنید بازی نکنید. یعنی چی؟ یعنی به این صورت. حتی سرعت اگه کمم شد با یه بار اینجوری کردن باعث ریشی شدن و خراب شدن فیله یا سینه‌تون میشه. با انگشت این قضروف سفیده رو جدا میکنم، فیله رو که بکشم در میاد. با انگشت قضروف سفیده رو جدا میکنم، فیله رو که بکشم در میاد. برای جدا کردن گردن از اسکلت. حالا هر طرف هر دستی هستید فرقی نمیکنه، یه خط اینجوری بندازید روی گردن، بعد با شستتون اون خط رو بگیرید. چرا میگیم خط رو بندازید رو گردن؟ چون لیز میخوره. اگه خط رو بندازید دیگه این میتونید با این نگرش دارید. چاقو مماس با خود گردن فشار بدید، برش گردونید، دوباره همین بر، بعد کامل گردن رو بکشیدش بیرون. این هم از این. قدم بعدی بیاستخون کردن ران مرغ. اگر قرار چربی گیری بشه رون مرغ، قبل از اینکه استخونش رو در بیارید چربی گیری کنید. بعد از استخون در آوردن چربی گیری میشه سرطان و سخت میشه. پس چیکار میکنم؟ چاقو رو روش میسابونم که بتونم راحت چربیاشو در بیارم. به این صورت برش میگردونم، چربیای این سمت نگاش میکنم کامل. اگه چربیشو گرفتم تمام شد، میرم قدم بعدی. قدم بعدی یادتونه گفتم یه هلال داخل، این داخل رونه و داخل رون و هلال داخلی. از این قسمت بالا چاقو رو بندازید و یه هلالی ببرید. چاقو از اون ور نباید بزنه بیرون، دقت داشته باشید. به اندازه نوک چاقو یه هلال بندازید. بعد این قسمت بالای استخون کعبران رو جدا کنیدش، خیلی راحت روش بسابونید در میاد. اینجا این دو تا قضروف رو از هم جدا کنید، چاقو رو برگردونید و دور اینو آروم آروم خلاص کنید تا استخون در بیاد. برش گردونید سمت این پشت یا بیرونیشو، داخلی رو خلاص کردم، بیرونی خلاص میکنم، انگشت میندازم زیر اون استخون نازکه. چاقو از این سمت به این سمت میارم به سمت بالا، در میاد، میکشمش پایین. بعد شروع میکنم این قسمتم در آوردن. این از این. حالا یه چیز بهتون یاد بدم الان برای ساق شکاری. اگه یه زمانی خواستید ساق شکاری درست کنید به چه صورت درست میشه؟ ساق شکاری به این صورتی که شما نها کنید اینجا رو، این ساق رو جدا میکنید. میکنید من اگه چاقو میوه خوری هم داشتم راحت جداش میکردم. اگر رونتون دو تیکه شد میخوام چجوری بیاستخونش کنید. حالا برای ساق شکاری چاقو رو بندازید قسمت داخلیه، یه برش بزنید. از قسمت بیرون رون نه، خیلی زیباتره، به خاطر همین ما داخل رو برش میزنیم. نوک چاقو رو میارید به این صورت. حالا از این بر این صورت
برش میزنید با نوک چاقو، خلاصش نمی کنید. شما این صورت وقتی سفره شد آماده است برای طعمدار کردن و ساق شکاری و روش سیخ زدنش هم به این صورته که به این صورت میگیرید. بعد از طعمدار شدن به این صورت سیخش میزنید. 3 تا 6 تا میتونید توی هر یه دونه سیختون بذارید. اینو اگر بزنید برای فروش فکر کنم گزینه خیلی خوب باشه. هر کی که میره باغ و جنگل شما تازه بزنید بفروشید دیگه، طعمدارش بکنید 4 روز 5 روز میتونید نگرش دارید با خیال راحت. سر سیخ چوبی بزنیم برای فروش نه کیلویی بفروشینش، طعمدارش بکنید همینجوری کوپه بزنید توی بشقاب، سینی، حالا هر چیزی طعمدار شدهش مشتری میاد میگه 5 تا بده، یکی میاد میگه 2 تا بده، یکی میاد میگه 1 کیلو بده. میشه به صورت سوخاری مثل شیرینسه اینو برای فریزر مثل شیرینسه مواد زد و حالا پودر سوخاری. پودر سوخاری هم میشه بزنی اما کبابیش کنی قشنگ‌تره. میتونید هم سوخاریش کنید هم میتونید کبابیش کنید، اما کبابیش این مدلی که در میاد کبابی وقتی سیخ بخوره میبرن رو آتیش تو باغ و بلاغ دارن درست میکنن صفای دیگه ای داره، یه لطافت خاصی داره، طعمش هم عالی میشه. اگر ساق رون داشتیم چجوری بی استخونش کنم؟ اینجا گفتم قبل از استخون گیری چربی گیری کنید، چون بعد از اینکه استخون رو بخواید بگیرید اینجوری میشه، اینجوری چربی گیریش یه ذره سخت میشه، به خاطر همون قبل از استخون گیری نکنید. باز همونه از قسمت داخل، چه یکی باشه چه 2 تا باشه، اینجا از قسمت داخل، اینجا از قسمت داخل، از بزرگم که یه تیکه بود از قسمت داخل یه خط انداختم. حالا این سمتشو یه خط میندازم، برش میگردونم، شروع میکنم آروم آروم تیکه تیکه خلاص کردن، خلاص میکنم میارم رو به پایین. اینجا یه دونه کعبرونه، یه دونه استخون داریم. یه زمانی خواستید چنیسل هم بزنید، چنیسل رون رو با این قسمت بزنید، خیلی لطیف میشه، اصلا خیلی عالی میشه و خوشمزه. دیگه قسمت ساقش رو نذارید، فقط هم یه تیکه ها رو بردارید، اونا رو کعبرونشو ساقش رو بزنید برای نمایشی ها و توی گوشه سوس کالباستون استفاده کنید. این قسمت رو بزنید برای سوخاریاتون. میتونید به صورت درست هم بذارید، نه که نشه، به صورت درست هم که این قسمت اینجوری کامل بگیرید. این قسمت قزروفا رو میتونید به این صورت بذارید برای سوخاری. اما خب اینجوری وزن یه دونش برای یک نفر کافیه و حالا خیلی دوست ندارن سنگین در میاد و این داستان. و این قزروف اینجا رو نمیتونید بگیرید، بخوایم بگیرید اینو خب یه ذره بیریخت میشه. اگر اینکه خیلی هنر داشته باشی اینجوری بخواد بگیری که باز یه ذره اینجا قزروفه میمونه، چون این بخواید درست باشه سوراخ نباید بشه. حالا برای سینه مرغ رو برمیداریم چیکار میکنیم؟ وسط برش میدیم، درست؟ اینو میخوایم پاکش کنیم دیگه. پشت چاقو که بکشید کاملا این لثه هاش جدا میشه. چربی های بغل رو میگیریم. شما برای اینکه پرتی نداشته باشید بعد چیکار کنید؟ این اصطلاحا بهش میگن گوشواره. شما این گوشواره رو بندازید رو کتف، یا اگر میخواید نندازینش رو کتف توی تیکای چرخ مرغتون میتونید استفاده کنید، برای سوسیس کالباستون میتونید استفاده کنید. حالا اگر میخواید جوجه بزنید این قسمت رو اینجوری جداش کنید، کتف بیفته رو گوشواره با هم دیگه باشه. اینم که سینه شنیسل شده است. بخواید سوخاریش کنید یه برش اینجوری باید بهش بدین، که نازک بشه. بعد با بیفتک کوب بکوبینش و مواد سوخاریتون رو بهش بزنید. بخواینم استیک مرغ بدید که داخل رسیپیاتون هست، اگر باشه باز یه مدلی که بهتون میدم. با اینم میشه استیک مرغ درست کرد و خیلی هم لذیذ. با اینم با بیفتک کوب بزنید بهتره. حالا من بیفتک کوب ندارم با پشت چاقو میزنم. استیک رون زیاد جالب در نمیاد، رخ قشنگی نداره، اما استیک سینه رخ قشنگی داره. با بیفتک کوب نه بهتره کنینش، اما یه ضربه بزنید که برش بخوره و نرمتر بشه. قدم بعدی
این یکی هم به همچنین برمیدارم صافش میکنم. گفتم اگر بخواید گوشواره رو بندازید روی کتف یا نه به این صورت از اینجایی که خودش خط داره گوشواره کتف رو جدا کنید، اینو بذارید برای سوسیس کالباس، اون برای داخل سوسیس میتونید استفاده کنید. این هم که حالا سینه است، هر جور که خواستین میتونید ازش استفاده کنید. و اینکه یه مدل دیگه هم بهتون یاد بدم، ما یه چیز داریم به اسم گیس راسته. من می‌خواستم اینو با راسته گوسفندی بهتون آموزش بدم. راسته گوسفندی یه دونه راستش نزدیک 1 میلیون درهم اومد، گفتم نکنم این کارو. اینو با فیله مرغ بهتون آموزش میدم. شما از این قسمت بالا یک برش اینجوری بزنید یا با قیچی به این صورت. خب مثل گیس خانوما چجوری گیس میکنن موهاشونو شروع کنید گیس کردن. حالا ما زیاد حرفه‌ای نیستیم مثل شما، به این صورت گیسش کنید. قسمت پایینشو یه خلال دندون بزنید اگه میخواین باز نشه. این هم یکی از چیزاست که حالا بریم برای طعمدار کردن ها بهتون آموزش بدم. خب بریم یه سری جوجه ها رو طعمدارش بکنیم، برای ناهار کاراش انجام بدیم، بعد بریم سراغ چنجه ها و رولت های گوشت و این داستان ها. اسکلت یا نه اوکیه، فقط فیله ها رو بیارید اینجا ما طعمدارش میکنم. من بریم برای گردن ها. نه اون نه نیاز نیست فریز کنید. این جوجه کباب، شما جوجه کباب به چه صورت آماده میکنید؟ برای ساق شکاری هم این جوجه کباب باید باشه، نیاز نیستش که فریزش کنید. آره شما 10 تا دونه 15 تا دونه طعمدارش بکنید. برای طعمدار کردنش میتونی از نمک، فلفل، پاپریکا، تخم گیشنیز دیگه خدمتتون عرض کنم. حالا باز رسیپی اونجا نوشتم براتون، از اون رسیپی با اینجور چیزا طعمدارش بکنید. سیاه‌دونه هم بعضی وقتا میشه توش بریزی، رخ قشنگی میده. سبزی خشک کفمون کنید، جعفری گیشنیز، تره خشک، ریحون خشک کفمون کنید، روش بریزید، یه دست کنید، آخر 3 روغن بزنید. اگر خشک بود بهش چیز بزنید. خدمتتون عرض کنم که این گوشتم بیارم یا فقط فیله؟ گوشت نه بمونه اینجا، تصم روغن بده میزو کثیف کنید. خوشبو چی بهش بزنید؟ آب بزنید، با ادویه قاطی کنید، گل درست کنید. بعد از اون با گوشت که یک دست شد روغن بهش اضافه کنید. اینو بهتون میگم روغن توی جوجه کبابا چی کار میکنه. روغن جاذبه توی جوجه کبابا یا مقاله مرا کبابیامون. روغن برای چی ما میزنیم؟ چرا اصلا روغن ما میزنیم؟ روغن جذب کننده حرارته. زمانی که روغن حرارت رو جذب میکنه شل میشه و میریزه روی آتیش، روی منقل، روی زغالتون میریزه پایین و زمانی که ریخت پایین حرارت رو به خودش جذب میکنه میریزه پایین و نمیذاره آب گوشتتون بخار بشه. اگر روغن نداشته باشه حرارت آب گوشت رو بخار میکنه، خشک میکنه و گوشتتون خشک در میاد. اما اگر روغن داشته باشه چون حرارت گرفته ریخته گوشتتون آبدار میشه، مرغتون آبدار میشه. حرارت روغن حرارت زغال کبابپز رو به خودش میگیره، میریزه رو آتیش، جلوگیری میکنه از خشک شدن کبابتون. بهتر روغن رو بعد از ادویه بزنیم؟ بله روغن رو بعد از ادویه بزنید بهتره. آره چون اگر روغن قبل از ادویه بخوره کاورش میکنه و نمیذاره به قول معروف روغن مرحله آخر. روغن مرحله آخر. من همیشه به جوجه کبابا سیادونه میزنم. خب سیادونه خوشمزه‌اش رو آتیش خوش عطرم میشه. و مثلا مورد پسند مثلا هست مثلا آدم آره چرا نیست، من تخم گیشنیز میزنم. ببین یه سری رسیپی‌هایی هستش که هیچ قاعده و قانونی نداره. اون چیزی که پسند بشه، خوشمزه بشه، تغییر بده یا ایجاد یه انقلابی بکنه توی
جوجتون شما میتونید استفاده کنید. حتما نباید این بشه که آقا من حتما باید این رسیپی رو بزنم الا و بلا. نه، میشه این تغییرات ایجاد میشه. قطعش کنم. این چرا میره اون برتره؟